ساله ایونت 7 آلتر 20 کیلو. صفا چند کیلوه؟ 5 کیلو 2.5 1 نیم. میشه چند کیلو رو هم رفته؟ 5 و 2.5 و 38 کیلو. خب وایس برو صبر برو قوی سر بالا بکش برو بینم قوی خوبه بذار زمین 30 و چند کیلو بودی؟ 38. خب راحت شد الان 16 ثانیه تو 5 دقیقه وقت داری 3 بار یا 4 بار میتونی وزن اضافه کن یه دونه استپ برا من میاری الان چند کیلوه؟ 38 کیلو خواهی تو 10 بندازی چلش کنی یا میترس؟ خب 39ش کن بعد چلش فقط نباید از صفحه بری بیرون وایسا صفحه رو من میارم تو الان 1.5 رو میخوای 1.5 زردا رو براش بیا بذار 1.5 رو با نیمه بنداز اول تو ذهنت باید آمادش مریم نرو یا میخوای بری یه چیز باید بیام وزنها رو نشون 2 دقیقه شد زود باش وقت نداری یا خب 2.5 1.5 و نیم اینا 9 کیلوه این هم 9 کیلوه 18 کیلو 38 کیلوه تازه خب من اشتباه حساب کردم برو ها 2.5 بود برو بینم آرنجاتو زود صاف کن خم نباشه یه ضرب برو بینم خواهم نفری زیر وزنه بیش نمیشینی اصلا عاده نه میدونی مشکلت چیه؟ تو اینجا زیر وزنه موندی یکی سریع صاف کنی آرنجات صاف باشه برو سریع دهش کن برو زور بزن خوبه یه دقیقه استراحت بعد باید نگاه کنم اینا خوب بود بکشش عقب‌تر تو کات باشه 40 کیلو بشین یه ذره میخوای چند کیلوش کنی؟ 32 42 تو یه کارو سریع بنداز زود باش
قوی با تمرکز زور بزنا. برو بینم ببالا. باید بزنی 20 ثانیه وقت داری. زور بزن، اصلا به وزنش فکر نکن. این همون 37 کیلوه، هیچ فرقی با هم ندارن. فقط بکش با پات زور بزن. برو 20 ثانیه وقت داری. برو بینم. ببرش بالا سر. میره بالا. آخرین رکورد چند بود؟ 32. 40. که دیروز؟ الان الان چرا دیگه؟ دارم میخوام نه دیگه الان چیزو داره. مرسی، میخوام الان چیزی که ثبت بشه.